ما امام زمان رو زنده میدونیم، حی میدونیم که در بین ما زندگی میکنه. حضرت رو خیلی ملموس و عینی تو بین خودمون میدونیم، آنچنان که هر روز صبح با سلام به حضرت شروع میکنیم، با عهد بستن با حضرت شروع میکنیم که اللهم انی اجدد له فی صبیحة یوم هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعة. خدای من امروز صبح تا هر وقت زنده هستم عهد با اون میبندم. هر روز صبحمون رو با دعا برای سلامتی حضرت، برای سلامتیشون، یعنی هست، حضور داره، با صدقه دادن. مرحوم سید ابن طاووس تو سفارشاش به پسرش میگه محمدم صبح به صبح دعا برای سلامتی حضرت رو فراموش نکنی و صدقه رو مقدم بر صدقه دادن برای خودت و فرزندانت و عزیزانت برای حضرت صدقه ای بده و دعا کن تا او به تو توجه کنه و با احسان او روز با برکتی باشه. ما نگاهمون و دیدمون به حضرت آنچنان عینی هست که اگر یه مشکلی داشته باشیم عریضه می‌نویسیم برای امام زمان علیه السلام، عرض حال میکنیم، دردامونو بهش میگیم. یعنی انقدر ما نزدیک او رو میبینیم و در کنار خودمون که مشکلاتمون و عرض حال خودمون رو به حضرت ارائه میدیم. که وقتی شما اینقدر نزدیک میبینی حضرت رو که در کنارت داره زندگی میکنه، چه برکات و آثاری تو زندگیت داره. این که شما نگاه بکنید، یه کسی آرزوی دیدن حضرت رو داره، یعنی حضرت رو تو همین جهان میبینه، میدونه که میگه اللهم ارنی الطلعة الرشیده، خدا او رو به من نشون بده. و بسیاری از افراد با عظمت، موثق، راستگو و هر حال در طول تاریخ بودن که خدمت حضرت رسیدن و جزئیات شمائل حضرت و سیمای مبارک امام زمان علیه السلام رو نقل کردن. چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود، صورت مبارکش چجوری بود، قد و قامتش چجوری بود، چه لباسی تنش بود. ببینید ما حضرت رو اینجوری ملموس، عینی، در کنار خودمون و نزدیک، حی و حاضر میدونیم. حضور داره در بین ما، ولو ظهور نداره، شناخته شده نیست، ولی حضور داره در بین ما زندگی میکنه. دیگر خوبان بود، حاجتی داشت، مدتی به امام زمان توسل کرده بود، حاجتش برآورده نمیشد. گله کرده از حضرت، گفت آقا شما مثل که به یاد ما نیست. حضرت توی حالت خوابی بود، بیدار، هر چی که بود به ایشون فهموند فلانی نبودی از بچگی که از فلان جا افتادی ما گرفتیمت. اون حادثه برات پیش نیومد ما ردش کردیم، اون بلا پیش نیومد ما دفعش کردیم، اون مشکل پیش نیومد ما کارتو راه انداختیم. یکی یکی شروع کرد از بچگی روند زندگی من، نکاتی رو که برای من یه جاهایی درست شده بود و من هم حس می کردم که خیلی تو زندگیم به هر حال یه جاهایی هست که کار درست میشه، ولی توجه به پشت پردهش نداشتم. این ظواهر رو میبینیم و در بند همینا قرار میگیریم، دست مهربان رو نمیبینیم. این بنده خدایی که عرض کردم الله از خوبان بود، وسطش گفت عادی نفهم، شرمنده شد. من فکر کردم شما به یاد ما نیستید، شما لحظه‌ای بی یاد ما نیستید. خب حالا شما نگاه کنید، این دید رو ما داریم و تو این زمان هر فیضی که میرسه، حتی اگر شما توسل میکنید به بقیه معصومین، اگه به امام رضا توسل میکنید، از زهرا سلام الله علیها توسل میکنید، ولو فعلا توسلتون به یک معصوم دیگه است، اون چی که قراره بهتون برسه از کانال امام حی، باز هم مجرای فیض حضرت، مجرای فیض ایشونه و از ایشون بهتون میرسه.